کوروش وقتی 7 سالش بود توی تصادف لعنتی بابا و خواهرش رو از دست داد. مامانش بعد از یه مدت ازدواج کرد و بعد از ازدواج به کوروش گفت دیگه منو مامان صدا نکن. از حالا به بعد باید بهم بگی خاله. نمیخوام بفهمن من یه پسر دارم. کوروش ساکت شد ولی درداش تازه از اونجا شروع شده بود. پسرای ناپدریش هر روز کوروشو میزدن. سیلی، لگد، فوش. حتی جلوی مامانش این کارو میکردن. مامانش هم یه بار بهشون نگفت که اذیتش نکنین. فقط میگفت سعی کن دوستشون داشته باشی. اگه اذیتشون کنی میندازمت بیرون. کوروش هیچی نمیگفت. فقط بزرگ شد با زخمایی که هیچ وقت خوب نشدن. سالها گذشت. کوروش از خونه رفت و دکمه همشونو زد. یه روز یه همسایه قدیمی اومد دم خونش و گفت میدونی ناپدریت مرده؟ پسراشم ولش کردن و رفتن. به نظرم شاید وقتشه که مادرتو ببخشی. کوروش ناراحت بود ولی گفت من همچی مادری ندارم. بفرمایید بیرون. ولی کوروش ته دلش بیقرار بود. یه روز برگشت روستای بچگیاش. مامانش پیر و لاغر افتاده بود روی تخت. تا مادرشو دید گفت چرا اینقدر باهام بد بودی؟ مادرش گفت هیچ وقت هیچ کس منو دوست نداشت. فکر میکردم اگه سیر باشی و سقف بالا سرت باشه کافیه. کوروش حرفی نزد. فرداش مادرشو گذاشت رو دوشش و برد خونه خودش. رفتن خونه کوروش ولی با هم حرف نمیزدن. یه شب کوروش از سر کار رسید خونه. دید مادرش سوپ مورد علاقه‌شو پخته. کوروش رفت سمت تخت. مامانش ساکت و آروم خوابیده بود. تکونش داد. صداش زد ولی اون بیدار نشد. یه کاغذ کنار کاسه بود. پسرم من احمق بودم. شاید یکم دیر شده باشه ولی بدون همه کارام از روی این بود که نمیفهمیدم نه از روی بیمهری. منو ببخش.